این موضوعی است که مردم در این میدان متفاوت است. کسی در درجه صفر است، کسی در درجه اعلاست. در بین تفاوت درجات خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. از او خاطر هر مومن باید این را بپذیره که دنیا محل راحت نیست، محل عیش و عشرت نیست. دنیا محل امتحان است. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. مرگ و زندگی به این خاطر پیدا شده که الله ما را آزمایش کنه. ایکم احسن عملا، که کدام ما از نگاه عمل احسن هستیم. ما باید این عقیده را داشته باشیم. اما تأسف است در این ملت قرآن درس نشد که مردم میفهمید هدف زندگی خود. مردم میدانست که الله ما را برای چی پیدا کرده. امروز در 100% 90% مردم برای امی عقیده را داره که اصل مقصد دنیا است. امیر آباد بکو. از امی خاطر است که ما دیدیم، به چشم سر دیدیم، بعد از ورود فرهنگ مبتذل غرب، بعد از ورود امی کفار نجس، مردم از ناموس خود تیر شد، از دین خود تیر شد، از غیرت خود تیر شد. هیچ نظر نکرد، فقط پول به دست بیار و وسایل عیش و عشرت آماده شود. از امو خاطر است که امروز سیلوار مردم طرف دولت‌های کفری حرکت کرده رویست، اما با ناموس خود. کلیپا را میبینه، حالات میبینه که اونجا یک سیاسر در دست یک پلید نجسی اروپایی زده میشه، توهین میشه، تحقیر میشه، چادرش دور انداخته میشه. اما این بی غیرت از اینجا ناموس خود گرفته میره که در اونجا زندگی چه قسمی زندگی میکنه. یا به خود مومن میگه یا به خود مسلمان میگه. بعد از دیدن یمی قدر حالات من تعجب میکنم، بسیار تعجب میکنم. و اشخاصی که امروز فإلى الله مضينا عن